باشه به سنایپر هستم. به این ویدیو جنجالی دیگه خوش اومدین دوستان. میخوام یک چیزی یادتون بدم که خیلی به سودتون تمام میشه و خیلی هم بهتره. به این دوستان دیدین واسه الان میرم تو بازی، الان نمونه شو بهتون میگم. خب دوستان میبینین وقتی کسی که تیر بزنه بهتون علامتش میخواد. اینجا خیلی شلوغه. خب مثلا اگه کسی داخل برمودا رنگ یا مثلا داخل جایی کسی تیر زد به تو علامت تیرش میاد. اینجا خیلی شلوغه واسه همین علامت تیرش نمیاد. خب دوستان من میخوام یه چیزی یادتون بدم که هر کی حتی اگه تکونی خور را بره علامتش برای شما بیاد. خب الان من وارد تنظیمات میشم. خب ببینین وارد اینجا البته بعد اینجا در بیام کلا. خب ببینم اینجا میاد کلا بعد از اینجا خارج. خب وارد تنظیمات بازیتون میشین. خب میرین پایین این گزینه هست. خب ببینین وایسین این گزینه هست اینو آن میزنین. الان من آن زدم. خب و بعد این گزینه بالش آف میزنین. خب الان ما اگر کلاش اسپارتی بریم الان میریم. خب دوستان ما الان وارد کلاش اسکواد شدیم. خب میبینی الان هر کی تیر میزنه قشنگ مکانش هم میاد واسمون. قشنگ مشخصه.